اینجا که تشریف آوردین متعلق به خاندان فخفوری هستش که پیشینه حدود تقریبا 300 ساله داره. نسل تقریبا 5 میشیم. بله خب اسم خودم محمد رضا هستش، فامیلی اون فخفوری هستش. یه عضو کوچک خانواده قلمکار هست که خدمتتون عرض کردم حدود تقریبا 200 سال که از پیشینیانمون به اون به ارث رسید. انشاءالله که بتونیم ادامه بدیم. ما از بچگی که بودیم اینجا دیگه به سنی 10 سالگی شروع به کار کردیم همینجا. خدا رحمت کنه پدرم هم اینجا بودن، خدا بیامرز. ما در کنارشون به کار بودیم اینجا، کم و بیش به کار بودیم. هر دو تایمون فرق نمیکنه. ما یعنی تو اصفهان اینجوریه، هر کی پسر دار میشه خوشحاله که دیگه یه کمک پیدا کرده. بالاخره من از 5 سالگی اینجا بودم یا 6 سالگی، ولی کار کردن همون دیگه از 10 سالگی شروع شده. آقا رضا هم این صورت بالاخره آقا بزرگتر از من، یه روزی 4-5 سال بزرگتر. ما حتی مدرسه اونم همین دیوار به دیواری بازار بود که یه خلاصه درسمون که میخوندیم بعدم باید میومدیم کار سر کارم کمک بابام خدا رحمتش کنه. خیلی دارد میدونی که خودی شاردن هم تعریفش کرده تو کتابش سفرنامه که اومده این سرها چون قرار داشته سر جاده ابریشم، یعنی ما وزه پای دیگه اینجا مثلا قلم کار بوده اون ابریشم می آوردن. یعنی تعریف این سرها خیلی شده. خودی شاه عباس هم خدا رحمتش کنه همشون، چون این کار رونق خیلی فراوانی داشته. سعی میکند که شاه عباس هم سعی میکند یه جوری میدونه که شروع به ساخت میکنه. یعنی سالی دقیقا 1000 دستور ساختی میدونه میده خود شاه عباس که میدون همین کادر که الان مشاهده میفرمایید همون اطرافش کادرش که میسازن. اولین جایی که دستور میده به اون معماره و بنایی که کار میکردن آماده استفاده کنه همین بازار چیزساز و قیصریه بوده. یعنی نه مسجدی میسازه نه هیچ کدوم بنایی که داریم میبینیم یا مسجد شیخ لطف الله. اولین جایی که درست میشه همزمان با سال 1000 قیصریه بوده با بازار چیزسازا و این سر چیزسازا که سال 1007 تکمیل میشه که این تقریبا حالتی ساماندهی پیدا میکنه این قلم کارسازی که همه اینا رو جمع آوری میکنه تو این مجموعه بازار چیزسازا و سراهای جانبی این بازار که مثلا مثل ملک التجار، مثل بازار سر چیزسازا، هر چی سرا بوده تو اطراف این بازار چیزسازا همشون قلم کارساز بودن. به خاطر همین که رونق فراوانی داشته، داده استتی فراوانی میشده. این کارا سعی میکنه شاه عباس یعنی زودتر از بقیه کار شروع کنه. بعد بقیه جاهای میدون مثلا مسجد امام سال 1075 تموم میشه. یعنی 70 سال بعد این قیصریه با بازار چیزسازا و جاهایی که مشغول به کار بودن. اینجوری بوده که بالاخره کاری پر رونقی بوده زمان خودش. بیدلی نبوده که ما اینجا رو پای تختش کرده یعنی همه چی شما ببینید همون زمان شاه عباس هم زمان بوده با زنگ عثمانی هم خودش قدرت بوده تو منطقه. ولی خب تمامی تسلیحات همینجا اسلام ساخته می شده، تمامی توپ ها، تمامی تفنگ ها، تمامی کارهایی که به روز بوده تو اسلام تولید می شده. اسلام واقعا که میگن نصف زمان
بی دلیل نگفتن. یه دلیلش اینه که واقعا 290 تا صنایع دستی مدل یا هنری صنایع دستی تو اصفهان که الان 190 تاش در حال حاضر فعاله و برای مردم شناخته شده است، ولی خب روش تبلیغ نشده. متوجه هستیم؟ متاسفانه که روش تبلیغ بشه تا مردم هم یه شناختی نسبی داشته باشن نسبت به همه این هنر. شما هر گوشه این معماری نگاه کنین خودش هنری اصفهانی توش بوده. محرقا نگاه کنین، آجرچینیان، نمیدونم هر چی نگاه کنین. شما این مسجد واقعا کم نیست 400 ساله، یا این مناره ها که هست، ما مناره 900 ساله داریم تو اصفهان، یا این خودی مسجد جامع حالا قبل از اسلام است یه قسمتش که آتش کده هست هنو موجود، دستش نزدن که حدودی 1700 سال قدمت داره، شاید هم بیشتر، مال قبل از اسلام 2000 سال من باش به زوری دارم حرف میزنم. ببینید 2000 سال قدمت داره مسجد جامع که هر یه قسمتش سلاجقه اومدن یه تغییر تحولی توش یه دست بردن، یه قسمتش همون ورودی اسلام بوده. بالاخره مهمی قلم کار که داریم کار میکنیم 3000 سال تو اسلام قدمت داره. این خودی همین کار نبوده، اسلامون نگار نشده، هنوزم هست که نسل و نسل گشت دستی ما الان انشاءالله بتونیم حفظش کنیم. حدودی 190 تاش الان موجوده دست تو اسلام، ولی خب خیلی چیز داشته که ما واقعا اسمش نمیدونیم. بلاشو بسته نکنه پرواز، قاصدی رسیده از راه، خبری از صبر مطرب به دل، شب و بی خیالش از صبحش بگه، مجنون افتاده حتما مهرش بگل، لیلی دنبال دور کرده از مهرش بگه، قاصد مخام خبرتم، تو بزن که جای تبرتم، رفتنی میگه کلی راه نرفته هست، فارغ نکشه در واسه خوشحالی به باد نزنه دست که واضح نخنده ترس، سکوت جب چقدر عوض کرده قصه رو، هرچی هم من داد میزدن نفهمیدن اسمو، بعد دری زدن نفرت رو چا کنن، بیا تو متر روزام تو پی شعر نرو، کلی مرده گرفتن نفس زنده رو، ریشه رو بگیر سی نبر اسممو. خم شدم تو صحنه ها، تنم میرقصه با چنگ باد، رفتم و شدم من مسترا، جای زخمم میگه از کرده هام، صدامو بشنو از نبض خاک، رفتم و شدم من مسترا، جای زخمم میگه از کرده هام، صدامو بشنو از نبض خاک. تن آورد به تاراج خواست صدک و شاداب، شاهیم تو شاه سل شدی بیا، من همو طالاب کی بود دلیل لرزش پاهام، من همو شکست دل به رقص عشق، جنگ شو با جریان به نفته، جیم بسن جاهلی یه جزره که افتادی، مشکل از ریشه یه درختته، روونه یه با تو همون دل پاییز هور شده شاکی خاک، به قدمام بشه رازی حسم بشه جاری دلت گرفت، چشات خیس تو هم کرمایی، کلمام شورن نمک به زخم، تنم سرد تنم سرد تنم سرد. من که از 5 سالگی می اومدم تو این نقش زنم، فکر نکنم مثلا تالا یه روز رفته باشم و با تمامی مثلا ناراحتی ها که تو وجود دارم، بالاخره هر کسی یه ناراحتی رو ممکنه پیدا کنه، ولی تو این میدون که میرسیم تمامی اون فکرایی که مثلا واهی بوده تو ذهنت بوده همش باطل میشه و پاک میشه. به خاطر چیه؟ به خاطر اون کسانی بوده که این میدون ها میساختن. یعنی هر چیزی اینجوریه، شما با تمامی ناراحتی تو این میدون تشریف ببرین، فکر نکنم دیگه ناراحتی داشته باشید. اول آدم باید هر چیز ناراحتی داشته باشید، فکری داشته باشید، بیرون باشید تو محل کار که میاد اصلا عوض شه. متوجه؟ با تمامی خوبی ها با تمامی شادی باید بیشتر سر کار شروع کنید به کار کردن، یعنی ناراحتی جزء کارش نباشه دستی تا بتونه به سر انجام برسه کاری که انجام میدی. یعنی واقعا اینجوری من فکر کنم اون کاری که انجام میدیم هم قشنگ نمیشه. متوجه شدین؟
یعنی اون که به نظر خودمون باید زیبا بشه نمیشه. به قول واقعا ژاپن یه دانشمند ژاپن حالا هر بار تو هم میزنی شاید ظالم توجه نباشه، برای میگه که مثلا شما با فکر ذهنی بدتر به آب نگاه کنید تمام شکل مولکولاش عوض میشه. متوجه با شادی برین یه آب که یه چیزی فکر از نظری ما بید جونه و هیچی هم ما حسابش نمیکنیم، ولی شکل مولکولاش عوض میشه. یه کسی ناراحتی داشته باشه یه جور دیگه میشه، خوشی داشته باشه مولکولاش شکلی میشه. یه اون که آبه، حالا یه کار که ما انجام میدیم که دیگه هیچ من ندارم شخصی مینه، نمیدونم هر کسی یه نگاه میکنه به اون کاری که داره انجامش میده. هر کاری که آدم انسان خود انجام میده عاشقش نباشه به هیچ نتیجه نمیرسه. یعنی اون کاری که انجام میده همه چشم خودش جالب نیست، همه نظر خودش جالب نیست. یه جوری باید شد که اون کاری که انجام میده علاقه داشته باشد به که به همون نسبت هم مشتری، به همون نسبت هم اون این ارتباط برقرار باشه. متوجه هستین؟ همش نمیشه به عنوان یه شی، به وسیله یا به یه پارچه یا به هر چیزی فرق نمیکنه. باید این حس را انتقال داد. اگه با علاقه باشه که این با دوره به همین صورت میمونه، ولی اگه به علاقه نباشه دا به تفاوتی باشه دا به حالتی مثلا حالتی سرد دل سرد مثلا کار انجام بده، باید بالاخره دو طرفه باشه. یعنی اون علاقه رو من داشته باشم انتقال بدم به پارچه انتقال بده به شخص دیگه. متوجه هستین؟ یا به اون که میگیره استفاده میکنه. این نظر شخصی منه، یعنی با عشق علاقه باید باشه دیگه. هر کاری یعنی همینجوره فرق نمیکنه. بالاخره اون کاری هم که ما شروع کرده بودیم از بچگی عشق علاقه نبود، ما را اینجا نگه همون نهشته بود. چون اگر بخوایم جنبه اقتصادیش نگاه کنیم اصلا قابل قیاس نیست با زحمتی که داریم انجام میدیم، کاری که داریم روش انجام میدیم. این رنگی که داریم میزنیم رنگ زاج معدنی هستش که تقریبا طبیعیه و بعد از ساخت و موقعی که تموم بشه اینا بخار آب داده میشه به مدت 1 ساعت و بعد رنگ رزی و کام تکمیل میشه، برمیگرده میاد اینجا کارگاه ما. یعنی خودمون تصمیم میگیریم چه کاری شروع کنیم که اونم باز محمد آقا میزنم سیاه، جهت اولش که سیاه هستش اونا محمد آقا میزنم. میشه 60-70% مشتری، نظری مشتری هم شد که ببینیم چه طرحی دوست دارن، چه طرحی هم خودمون علاقه داریم به. گفتم من که تو حرفم اینا همش حالتی یه رابطه‌ای داره. فکر نکنم یه همچه کاری هوش مصنوعی بکنه، ولی آخه این باید با انسانی واقعی تولید بشه، چون کاری دسترس و زحمته. حالا هوش مصنوعی که خب ممکنه درست همونجور که تو کارخونه ماشین سازی اینا هوش مصنوعی داره کار میکنه، ربات چه کار انجام میده، ولی خب اینا بالاخره باید با دست انسان اون ارزشی که داره نشه به دست انسانه. والا هوش مصنوعی که خب
100% ممکنه بکنه به همچه کاری. همونطور که هم ماشیناش هم که با دست میسازن. شما ببینید یه رویزا میگن فرضاً 800 میلیارد، یه ماشینی هم که تیم میسازد با رباتیک همون کار میکنه ده همونه، ولی خب میگه نمیدونم یه قیمتی یه 50 یه رویز خیلی فرق میکنه. خدا رحمت کنه اقبال لاهوریه یه تراشیدم پرستیدم شکست جو، یعنی چیزی که با دست ساخته میشه، حالا نمیخوام بگم میپرستیم، ولی در اصل دستی که ما میره میاد دست ما نیست، واقعا دست خداست. من این تو نظرم خدا وکیلی اینه که پشتش وقت اون علاقه پیدا میشه، ولی وقتی که رباتیک باشه یه حالتی داریم ما این وسیله که خونمون میبریم همه ایشا. شما ببینید یک رو نمیتونه با یه وسیله کنار بیاد، با یه شی، با یه ماشین، با یه هر وسیله که دستمون یه رو نمیتونیم باش کنار بیاد. یعنی یه رو دوستش نمیداریم بیشتر. ممکنه برامون شاداب باشه دقیقاً، ولی همون شعری که خوندم کلی جوابشون باید بالاخره دست خدا پشتش باشه در حرفه. ولی خب رباته از خودش سوال کنیم بدون جواب میدیم. یه کاری که دست انسان ساخته شه چطوره، یه کاری که تو تولید کنی چطوری. هیچ تفاوتی ممکنه است ماشینایی مثلا چه رباتیکا ساخت می‌سازن خیلی بهتر دقیق‌تر هم باشه، اما یه رویزا شما ببین تو کمپانی‌ها میگن 800 میلیاردی ما تا یه قیمتش حدی اقل یه ماشین چینی هم میگه 2 میلیارد، 1 میلیارد، حدی اقل 50 تا اون ماشیناست حدی اقل. چون با دست ساخته شده. همین مجسمه که بالدار جلوشه که میره پایین، هم دیدین ندیدین تو کاپوت میره بعد میاد بیرون اتوماتیک. شما ببین اینا با دست میشینن میسابونن، پس چه میتونه ماشین ریختگری های مدرن این امروز آنی بیرزد بیرون میلیونشا. آره خودم دیدم اینا که با دست میسابی، خیلی هم اینا افتخار میکردن که این با دست ساخته شده. اومده جلو این ماشینی داستانی داریم ما بهرام گو به شوهر گفته بود کار نیکو کردن خوب کردن، دقیقا همون که بعدم هر گفته بود که کار نیکو کردن خوب کردن. شاهنامه دیگه یک گوساله رو میبرد بالا 60 پرده، بعد شوهرش که میاد شوهرم میده یه خانم مثلا این کار انجام برد میگه که همون جوابش میده، میگه کار نیکو کردن از پر کردن. استاقی همین کاریست که ما داریم انجام میدیم، حالا فرق نمیکنه. مثلا اون تیرا کمان بود از این گوساله بود از اینجا کار با پارچه و نقش. ببینیم مثلا این قالب حدودی 100 اشتباه نکنه این طرحش اسمش شاه عباسی، یعنی بی ربط با اسمش نیست، یعنی زمان داره.
مثلا این گاله این حدودی 170 سالش دیگه تشریف بردین تقریبا همیشه بگون حالا به شما نگفتم، یعنی به هیچ کی هم نمیگم، هر کی بیاد قدمش میون چشم ما. اینجا واقعا با موزه های مهمی دنیا تقریبا برابری میکنه. نمیخوایم خودمون رو بالا ببریم ولی واقعا دارم میگم. خودم من رفتم تو مثلا موزه های مسکو یا مثلا کشور عربی که تقریبا فیلم همیشه دیدم، با 2 تا تیکه قلم کار 3 تا تیکه قلم کار بالاش بلیطی ورودی مثلا حدود 20 یورو میگیره. حالا کاری نداریم. مثلا موزه مثلا ویکتوریا انگلیس بنده خدا خودمون اونجا بود یه فیلم گرفته بود برای من فرستاد، من عین همون امضا رو براش فرستادم، یعنی که اینجا داریم. نه حدودی 150 سالشه. البته این سالایی که من دارم میگم اغلبش نه پایینش تاریخ داره که مستنده، یعنی خدا رحمت کرده تمام به روز تاریخ میزدن. یه خدمت رو عرض کنم که 100% طبیعی 100% رنگ طبیعی البته زمان میبرده. این حدودی 170 سالش. این تو موزه ویکتوریا انگلیس هست تا این امضا. خدا رحمت کنه آقای فخر. بله این بازار یه نمونهش برای زیادی هم نمیخوایم روش تبلیغ بکنیم. یه نمیده بگیریم نه 4-5 کار میارم براتون. این مجموعه که پشت سرتون دیدین رو به لحاف هست. این شنیده باشین بهش میگفتن قدیفه، یعنی حتما ببینید امضا هم داره ولی خب امضاش دیگه خدا رحمت کنه قدیمیه. میتونیم مثلا سالش هم بگون همون نزدیک سنه. ببینید این که میذاشتن وقت بین خودی چیز اعدادش میذاشتن، یعنی حدودی من فکر کنم 170 سالش باشه. این کار دو روه. ببین آقا این جهیزیه اسفانیه بوده که میدادن به داماد. این جهاز دو ماد بوده. قدیفه بهش میگفتن. لنگ قدیفه که شنیدین که لنگ قدیفه. بیا باز دور این سند داره. بیا ببینید همش هم حالا نمیخوام وارد جزئیات شیم، یه سر بسته نمیخوام بگم چه ظروفی سرایانه. این جهیزیه داماد بوده. نه اغلب 2 روز ساخته شده. خدا رحمتشون کنه. حالا بازم هست ولی خب اینا قدیفه است اسمش. اصلش همون بود که نقاشی بود که نشون دادم. واقعا اگه اینجا باشیم یه کتاب لالا برده پسر اخوی خونه کارایی داشته حالا و نظر شخصشون هر کدوم توریست بدن اینجا گفت نمی‌نویس. هر کدوم بدن اینجا حتی مثلا کار هم بگه نمیخری ولی گفتم نظر شخص دار در رابطه با این مقاضی بنویس. وقت بعدی توریست بعد که مثلا چینی که ما بلد نبودیم یا ژاپنی که بلد نبودیم گفتیم به بعد یعنی ترجمه کن. مشتری مثلا میان اینجا ما مشتری داشتیم که کارا خرید باورت نمیشه. انگار مثلا یه مادر بچه رستوری در آغوش میده ما چش میکنه این پارچه قلم کاره به همون صورت. خدا شاهد یعنی 20 بار این کارا بوس کرده میفوش شورد تو بدنه باسکی بهش علاقه پیدا کرده بود. یعنی اینجوری میخوام براتون میگم که واقعا دوست دارم. حالا شما تشریف می‌داشتین اینجا یه مستند بود یه بار تلویزیون پر کرد چی بود اسمش خدایا و اونم همزمان شد با شبیه عید. اتفاقا 2 تا توریستی ژاپنی داشتیم ما اینجا. اینا را ازشون سوال کرد اتفاقا اون آخر فیلم بود
از ژاپنیه که اینجا چه جوریه، اینجا رو دوست داریم. از این خودی کارگردان ایرانیه، مال تهران بود طبقه مسلمه، ولی وقتی هم بگردیم میتونیم پیدا کنیم. حالا میدونم اسم فیلمش هم واقعا تو ذهنم نیست دقیقا. بالاخره برای اونا تازگی داره، حالا ممکنه برای ما یه نواق شده باشه، ولی خب برای اونا نه. اونا ندارن واقعا یه همچین جایی، یه همچین ساختی، یه همچین که 400 سال قدمت داشته باشه. تا روپا خودش هنون باشه دا قابل استفاده. حتی همش برمیگرد به همون حالتی که داره خود اینجا، اون روحیه که انتقال بده هر کی وارد اینجا شه، انرژی مثبتی که بهش انتقال میده. تمامی طبیعت، تمامی چیزا که تو کائنات هست همشون من فکر کنم جون دار باشن یه جوره. یا مثلا ساختمونه که توی میدون دارن میبینی 400 سال شوخی نداره، با این زلزله که شده، با این طوفان ها که شده، با این سیل ها که تو اسلامی اومده، هنو به این قشنگی رو پا. نمیخوام بدون برسونم چه باید این کار که من اینجا انجام میدم انتقال بدم به این پارچه که میره یه جای مصرف میشه، این پارچه هم دوام داشته باشه، هم اون حس خوبی که من دارم انتقال بدم خونه که میره توش. توجه کردی؟ بالاخره به زبون ساده. ما به خاطری از یه نظر به خاطر 100% حلال بودن این شغله ادامه دادیم و الا شغل خیلی در بازار بوده، چه خیلی کارا بوده چه میتونستیم بکنیم و نکردیم و اینجا به ادامه دادیم به شغل خودمون به خاطری حلال بودنه، زحمت کشیدنی پاش. یه جنسی هم تولید کردیم که واقعا بی نظیر بوده. درجه 1 ما اول انقلاب یه دونه یه متر در یه مترمون 250 جرم بوده، تو این 47 سال شده 290 جرم، یعنی 40 جرم اضافه تر شده. شما ببینید کدوم شغلیش ما سراغ دارین که بهتر شده باشه تو این 40-50 ساله، ولی این کاری ما این زوری بوده با این زحمت که پاش کشیده شده و پارچه‌هاش هم که 100% کتونه از پنبه خالصی، یعنی هیچ ایرادی نداره به غیری سالم بودن خوب بودن.